سلام خدمت دوستان عزیز، بینندگان عزیز. امروز میخوایم آموزش سیگار پیچ رو بهتون یاد بدیم. خب حالا من از اول شروع میکنم که یه دونه خودم پیچیدم، تقریبا یادم رفته بود چند وقتی بود نمیپیچیدم. خب این سیگار پیچ دستی زیگزاگ هست، تقریبا تو بازار همه جا گیر میاد، قیمتی هم نداره. قیمتش حالا ما میفروشیم 90,000 تومان، الان فکر کنم گرونتر هم شده. حالا ما قیمت قدیم 90,000 میفروشیم. خدمت عرض کنم شما به احتیاج داریم به یک تنباکو سیگار. حالا من پابلو استفاده کردم، تو بازار ایرانیش هست، خارجیش هست، فلش هست، همه جورش هست، میتونی استفاده کنی. یک کاغذ سیگار گیزه من استفاده کردم، حالا اینم چند تا برند داره، باز میتونی استفاده کنی. این مخصوص سیگاره، این گیزه سبز مخصوص سیگاره. و فیلتر سیگار اسموکینگ. حالا من پهنش رو انتخاب کردم که حالا شما پهنش رو ببینین، اکثرا پهن میکشن. اگه باریک هم دوست داشتین باریک هم، یعنی شما هر چی فیلتر رو هر سایزی بگیرین دستگاه همون سایز رو براتون میپیچه. خب حالا باید خدمتتون عرض کنم که این دستگاه رو به این حالت که در آوردین، یه جا سیگار توش در آوردین، باز میشه از اینجا. این دوتا اهرم اینجا ببینید به راحتی باز میشه. حالا من بازش کردم. این وسط که باز شد، شما فیلتر سیگار تو میذاری به این حالت، اون گوشه سمت چپ، تنباکو تو میریزی. البته توتون سیگار، من تنباکو گفتم. خدمتتون عرض کنم که وقتی ریختین به این حالت میبندین، یه نیم چرخش میزنین که حالت سیگار ببینه. بعد شروع میکنین به پیپر گذاشتن. خب پیپر رو بر میدارین، خیلی راحت اینجا با دست میگیرین. ببینید دست بین این شیارا میذارین، بین این شیارا که گذاشتین از این ور شروع میکنین به چرخوندن. ببینید به این شیاره که گذاشتیم من ببینید به این حالت. یه مقدار که کاغذ رفت تو، شما میتونین خیسش کنین. حالا من خیسش میکنم تو دوری مشخص نیست. به این حالت خیسش که کردین، اینجا رو من با زبون خیسش کردم. دوباره اینو میدین داخل، یک دو بار که بچرخونین سیگار شما آماده است، میتونین بازش کنین استفاده کنین به همین راحتی. حالا من توتون یه مقدار کم زدم، سیگارش یه مقدار تو خالی در اومد. این آموزش سیگار پیچ دستی بود خدمت شما. آموزش های دیگر هم براتون میذاریم. اینجا دخانیات حامد یوسف آباده، نقش 42. در خدمتتون هستیم. خدا نگهدار.